کدام تنگه گرینلند را از کانادا جدا می کند؟ جیم، تنگه دیویس. تنگه برین کدام دو کشور را از یکدیگر جدا می کند؟ ب. روسیه و آمریکا. تنگه جبل و طارق اسپانیا را از کدام کشور آفریقایی جدا می کند؟ ب. مراکش. کانال سوئز دریای مدیترانه را به کدام پهنه آبی دیگر متصل می کند؟ الف. دریای سرخ. کدام تنگه قاره آفریقا را از شبه جزیره عربستان جدا می کند؟ ب. باب المندب.